سلام دوستان، امیدوارم که روز خیلی خوبی داشته باشید. به پادکست تعبیر ساحران خوش اومدید. تو قسمت قبل 2 موضوع گفته شد. اول اینکه دونخوان بعد 8 سال یه قسمت خیلی کوچیک از تعبیر ساحران رو برای کارلوس آشکار کرد و توضیح داد که از نظر تولتک‌ها ساختار انرژیایی انسان مثل یک تخم مرغ هست، تخم مرغی درخشان که پر از رشته‌های نوره و ما کلاً یک ساختار انرژیایی هستیم که به شکل ماده دیده میشیم. و فقط این نیست، کل دنیا، کل کائنات، همه چی این رشته‌های نور هست که آگاهی درشون در جریانه. و همه چیز از این رشته ها تشکیل شده، از این رشته ها ساخته شده. و اینکه ساحران جهان رو به 2 شکل می‌بینن. یکی همین نگاه کردن هست که آدمای عادی انجام میدن و دیگری دیدن حقیقت جهانه، یعنی دیدن این ساختار انرژیایی جهان که ساحره ها بلدن و بهش میگن دیدن. و این خیلی باحاله چون که یک عرفانی در اون سر دنیا دقیقاً راجع به چیزی صحبت میکنه که تو عرفان ما ایرانی هم هست. در عرفان ما ایرانی ها به این که همه چیز از یه چیز ساخته شده میگیم وحدت وجود و بهترین مثالش اونی هستش که نورالدین عبدالرحمن جامی در نفحات الانس در صفحه 475 در باب نجیب الدین علی بزغش شیرازی میگه روزی وی را گفتند سر توحید را به مثالی روشن کن. میگه یه روز به نجیب الدین علی بزغش شیرازی گفتن آقا شما اینقدر وحدت وجود میکنی، این سرش رو با یه مثال به ما بگو. و این آدم یه حرفی میزنه که کل وحدت وجود واقعا میگه توی یه حرف، توی چند تا کلمه. خیلی جالبه. گفت 2 آینه و سیبی. بزغش شیرازی جواب میده 2 آینه و سیبی. 2 تا آینه شما بذار روبروی همدیگه، وسطش یه سیب بذار. تصویر این سیب تا ابد در بین این 2 تا آینه منعکس میشه و میلیون ها میلیاردها تصویر ازش به وجود میاد. میگه کل وحدت وجود اون سیبه، بقیهش تصاویر اون سیبه و ما جایی زندگی میکنیم، نوع ساختار وجودی ما طوریه که وسط اون آینه هایی و فکر میکنیم تصویرها هر کدوم چیز متفاوتیه، در حالی که فقط یک چیز وجود داره و اونم اون سیب است که اون وسطه. اگر از آینه ها بیرون بیایم اون سیب رو میبینیم، ولی چون ساختار ما طوری است که وسط اون آینه هاییم همش صور میبینیم و حقیقت رو نمیبینیم. و این قشنگترین حرفی بود که به نظر من در باب وحدت وجود هست. هرچند شاه نعمت الله ولی هم شعرهای طولانی داره. مثلا یه جا داره میگه شاه یکی غلام 100، باده یکی و جام 100، ذات یکی صفت بسی، خاص یکی و عام 100. موضوع دومی که در پادکست سری پیش بیان کردیم و داستان تا اونجا ادامه پیدا کرد این بودش که کارلوس به صورت کاملا اتفاقی برای دونخوان تعریف میکنه که به دیدن یکی از دوستای دونخوان رفته به اسم ویکنته و ویکنته بهش یه سری گیاه داده و گفته با دستورالعمل خاصی این گیاها رو در جای خاصی بکار و کارلوس اون کارا رو انجام داد و بعد اینکه گیاهانو کاشته 3 تا آدم یهو دور ماشینش ظاهر شدن، باهاش صحبت کردن، 1 زن و 2 مرد و این سری اتفاقا افتاده و این اتفاقا رو تو قسمت قبل میاد برای دونخوان تعریف میکنه و دونخوان بهش میگه که دون ویکنته میخواسته بهت یه هدیه بده و اون هدیه رو بهت داده و تو اون هدیه رو از دست دادی. و حالا این قسمت 10 تعبیر ساحران هست. چند روزی از قضیه هدیه ویکنته میگذره و کارلوس خیلی دماغ بوده چون میخواسته بدونه هدیه چیه، چطوری از دستش داده و خلاصه این میخواسته با دونخوان صحبت کنه، اونم صحبت نمیکرده. کارلوس برای اینکه حالا سر صحبت رو باز کنه اونجوری به دونخوان میگه که دیدن چطوریه؟ این دیدنه که میگی با نگاه کردن چه فرقی داره؟ تو با خودت یاد بگیری تا بفهمی چیه، تجربیه، من نمیتونم بهت بگم. یعنی یه رازیه که من نباید بدونم دیگه. نه، راز نیستش، یه حقیقته که نمیتونم برات توضیح بدم، باید تجربه کنی. چرا؟ چون من برات توضیح بدم چیزی دستگیرت نمیشه. آقا تو منو امتحان کن دونخوان، شاید یه چیزی دستگیرم شد، تو توضیح بده شاید من فهمیدم. نه، تو باید عمل کنی، دیدن رو یاد بگیری، بعد هر چی که تو جهان هست رو میتونی به یه طریق دیگه ببینی. یعنی تو جهان رو به طریق معمول نمیبینی دونخوان؟ به هر 2 طریق میبینم. بخوام به جهان نگاه میکنم همونطور که تو داری نگاه میکنی و هر وقت که بخوام ببینمم از روش خودم استفاده میکنم و جهان رو یه شکل دیگه درک میکنم.
اینجا کارلوس میگه که خب تو زمانی که راجع به دیدن، مشاهده کردن، نگاه کردن همین حرف میزنی، داری راجع به اشیا حرف میزنی دیگه. آیا این اشیا رو هر بار که میبینی همونی که قبلا بودن؟ نه، اشیا تغییر نمیکنن. این تو هستی که نوع دیگری داری اونا رو درک و مشاهده میکنی. ببین دون خوام، مثلا بذار یه مثال بزنم. مثلا یه درخت رو فرض کن این درخت واحد رو میبینی، بعد هر بار که اونو دوباره میبینیش همونی هستش که دفعه قبل بود؟ نه، تغییر میکنه. خب اگه هر بار که درخت رو میبینی تغییر میکنه، چه بسا چیزی که داری میبینی صرفا توهم و پندار باشه. دون خواه اینجا خندش میگیره و میگه که نه، توهم و پندار نیست. هر وقت تو به اشیا نگاه میکنی آنها رو نمیبینی. به نظر من تو فقط آنها رو نگاه میکنی که مطمئن شوی چیزی آنجا وجود دارد. از آنجا که تو درگیر دیدن نیستی، هر بار که به اشیا بنگری درست همان گونه مینمایند که پیشتر بودند. از سوی دیگر، زمانی که دیدن را فراگیری، هر بار که شیء واحدی را ببینی هرگز همان نخواهد بود که پیشتر بوده است، در حالی که همان شیء است. برای مثال قبلا بهت گفتم که انسان تخم مرغه. هر بار که من انسان واحدی رو میبینم تخم مرغ میبینم، اما نه همون تخم مرغ قبلی رو. پس اینطوری که تو داری میگی، داری یه سری اشیا رو میبینی که ثابت نیستن و تغییر میکنن. چیزی هم که انقدر تغییر کنه قابل شناختن نیست. پس اصلا این دیدنی که میگی به چه فایده‌ای داره، به چه دردی میخوره؟ ببین تو میتونی اشیا رو جدا جدا تشخیص بدی و میتونی واقعیت اونا رو ببینی، واقعیتشونو. یعنی میگی من اشیا رو اونطور که واقعی هستن نمیبینم، یعنی یه چیز دیگه راجبشون وجود داره که من متوجهش نیستم. اینجا دون خوان یه جوابی به کارلوس میده که کارلوس رو خیلی آشفته میکنه و اصلا فر میخوره کلن. میگه که نه، چشمان تو تنها نگاه کردن را آموختند. برای مثال آن 3 آدمی را در نظر بگیر که با آنها برخورد کردی. آن 3 مکزیکی را میگویم. تو آنها را جز به جز توصیف کردی و حتی گفتی که چه لباسهایی پوشیده بودند. و فقط همین به من ثابت می کند که تو اصلاً آنها را ندیدی. اگر توان دیدن داشتی، بیدرنگ دریافته بودی که آنها آدم نیستند. آدم نبودن؟ پس چی بودن؟ آدم نبودن، همینو بس. یعنی چی؟ محاله، کاملا مثل من و تو بودن. نه نبودن، در این باره کاملا اطمینان دارم، مطمئنم. کارلوس میگه ببین من تا نفهمم اینا چیه یا به یه توضیح نرسم ولکن نیستم. یعنی اینا اشباح بودن، ارواح بودن، نفوس مردگان بودن. دون خواه میگه اینایی که میگی اصلا نمیدونم چی هست. میگه ببین تکون نخور، من یه فرهنگ وبستر دارم، یه دایره المعارف دارم، میارم دونه دونه توضیح اینا رو برات میخونم، تو ببین اینی که تو ذهن توه به کدوم از این توصیفات نزدیک تره. دون خواه میگه باشه. کارلوس فرهنگ وبستر میاره و شروع میکنه به ترجمه کردن. میگه تعریف شبح روح جدا مونده از شخص مرده است که به صورت یه خیال کمرنگ و سایه‌واری به زنده ها چیره میشه. آیا اینه دون خوان؟ دون خوان میگه نه والا، اینی که تو میگه اونی که مد نظر من هست نیستش. میگه خب تعریف روح یه موجود مافوق طبیعی است که توی انسان، خونه یا حتی اشیا زندگی میکنه و سکونت داره و اون چیز رو تحت سلطه خودش در میاره. مثلا ممکنه خوب باشه، فرشته باشه، شیطان باشه، جن باشه، پری باشه. به اینا میگن موجودات مافوق طبیعی یا همون روحایی که یه جایی رو تسخیر میکنن اینا. دون خواه میگه یکم حالا شاید اون 3 مکزیکی مثلا شبیه مافوق طبیعیش درسته، اون 3 مکزیکی مافوق طبیعی بودن. دون خواه آیا اونا نوعی نگهبانن؟ نه والا، از چیزی نگهبانی نمی کنن. آیا اونا موکلن، ما رو زیر نظر دارن؟ میگه نه، ببین اونا یه جور قدرتن، نه خوبن نه بد، صرفا قدرت های یه بروخو هستن که اون بروخو بلده چطوری اون قدرت ها رو مهار کنه. و کارلوس میپرسه که دون خوان آیا آنها دلیلند؟ دون خوان میگه آفرین، دلیل های یک اهل معرفتن، یه بروخوان. و
یادم رفته بود اینو برات توضیح دادم دلیل و اینا رو. کارلوس میگه آره واسم توضیح داده بودی، اما الان اینی که میگی فرق میکنه. تو گفتی دلیل تو گیاهه، تو گفتی دلیل تاتوره، دلیل دودک، دلیل تدخین کاهنان، دلیل نمیدونم مسکالیتو. تو گفتی از تو این گیاها یه موجود مافوق طبیعی در میاد، اون دلیل اون گیاهه. دونخان میگه من کی اینا رو به تو گفتم؟ یه همچین چیزی من به تو نگفتم. چرا گفتی دیگه؟ من تو یادداشتم نوشتم. تو هر چی دلت میخواد بنویس، اینا رو من نگفتم. میگه مگه تو خودت نگفتی دلیل مرشد تاتوره بوده ولی دلیل تو دودکه؟ میگه نه ببین، این گیاها چیزی هستن که ما رو به اون دلیل میرسونن. بعد اینکه رسیدیم دیگه با اون گیاها کار نداریم. صرفاً برای اینکه به اون دلیل برسیم از اون گیاه استفاده میکنیم و اون گیاه ما رو به اون دلیل خاص میرسونه. مثلا تاتوره تو رو به یه مدل دلیل میبره، دودک یه مدل دلیل، مسکالیتو یه شکل دیگه. اینا اینطوری نیست که از توی اون گیاه در بیان بیرون. و در ادامه توضیح میده دلیل من دودک است، اما این بدان معنی نیست که دلیل من در ترکیبی است که دود میکنم یا در قارچ‌ها یا در چپقم. همه اینها باید جمع شوند تا مرا به دلیل برسانند و من بنا به دلایلی که خودم دارم اسم اون رو گذاشتم دودک. و اون 3 مکزیکی که دیدی دلیل‌های دون ویکنته بودن. دلیل در دود نیست، بلکه دود تو را به جایی میبرد که دلیل حضور دارد و زمانی که تو با دلیل یگانه شدی هرگز مجبور نیستی که دوباره دود بکشی. از این زمان تو میتوانی به اراده خود دلیل رو احضار کنی و او را وادار سازی که هر چه بخواهی برایت انجام دهند. دلیل‌ها نه خیرند نه شر، بلکه فقط قدرتند و جادوگران از این قدرت استفاده میکنند. و من اسم دلیلم گذاشتم دودک چون توقع چندانی از من نداره، لطیف، بیریاس و با وفاست. حالا سوالی که وجود داره اینه که دلیل به چشم تو چه شکلیه؟ مثلا اگه جای من بودی و اون 3 مکزیکی رو میدیدی، به چشم تو هم مردم عادی جلوه میکردن یا یه شکل دیگه؟ دونخوان میگه به چشم منم مردم عادی جلوه میکردن. پس تو چطوری میتونی اونا رو از مردم واقعی جدا کنی؟ دونخان میگه که آهان ببین، من به تو گفتم که ما 2 روش برای دیدن داریم. یکی نگاه کردنه. زمانی که نگاه میکنی، مثلا توی پارکی نشستی آدمو دارن رد میشن، تو زمانی که نگاه میکنی خب همه آدمن دارن رد میشن، شکل‌های مختلف دارن، لباس‌هاشون رو میدونی چیه، قیافه‌شون رو، اینا رو داری میبینی چیه، داری نگاه میکنی که چیه. در چه زمانی که نشستی یه سری آدم میبینی که دارن رد میشن. اگر بخوای ببینی، مثل یک ساحر بخوای ببینی، متوجه میشی که تمام اون آدمایی که دارن رد میشن تخم مرغن. یعنی زمانی که شیفت میکنی به حالتی که یک ساحر میبینه، دیگه آدم نمیبینی که رد میشن، یه سری تخم مرغ میبینی که دارن رد میشن، تخم مرغای نورانی. اما دلیل در هر 2 حالت یه شکله. یعنی زمانی که تو نگاه میکنی شبیه مردم عادیه و زمانی که به حالت دیدن میری، شیفت میکنی رو حالت دیدن، هم هنوز داره ادای آدمو در میاره. تخم مرغ نیست دیگه، دقیقاً اندازه آدم، دقیقاً شکل آدمه. و دلیل ها میتونن هر شکلی که میخوان بشن، هر شکل و صورتی رو به خودشون میگیرن. مثلا میتونه سگ بشه، میتونه گرگ بشه، میتونه پرنده بشه، حتی میتونه خارخاسک بشه یا سنگ یا هر چیز دیگه ای. اونا قدرت اینو دارن به هر چیزی تبدیل بشن و تنها شناسه‌شون اینه که وقتی اونها رو میبینی، با اون چشم ساحری داری میبینی، دقیقاً ادای چیزی رو در میارن که میخوان شبیهش باشن. وقتی نگاه میکنی نمیتونی تشخیص بدی، ولی وقتی میبینی میفهمی این داره ادا در میاره دیگه. کاملا بین تخم مرغا معلومه یه آدم داره راه میره که داره ادای آدم در میاره. و اینجا توضیح میده تنها شناسه آنها این است که وقتی آنها رو میبینی درست شبیه به همان چیزی مینمایند که ادای آن رو در میآورند. و همین شکل و شمایل کافی است که چشمها را فریب دهد. البته چشمهای ما را یک سگ هرگز گول نمیخورد، کلاغ هم همینطور. یعنی اگه دلیل خودش رو شبیه سگ کنه یا شبیه کلاغ کنه، اونا گول نمیخورن. ولی انسان چون نگاه کردن بلده و 2 حالت داره که شیفت میکنه روشون، نمیتونه تشخیص بده که این چیزی که جلوش واسطه انسان نیست و دلیله و داره ادا در میاره. کارلوس میپرسه که دونخان، این دلیل ها، این موجوداتی که ماورای طبیعه هستن، این نوع انرژیایشون با ما فرق میکنه، برای چی میخوان ما رو فریب بدن؟ برای چی میخوان ما رو گول بزنن؟ فکر میکنم که ما دلقکیم، ما خودمان را گول میزنیم. دلیل ها شکل ظاهری آنچه را که در دور و بر ماست به خود میگیرند
و ما آنها را به جای چیزهایی میگیریم که واقعا نیستند. این گناه آنها نیست که ما به چشمان خود آموخته ایم که فقط اشیا را نگاه کنند. کارلوس میگه که دونخوان، کار کرده این موجودات برای من روشن نیستش، اصلا دلیل‌ها در جهان چه میکنن؟ دونخوان با تعجب میگه ببخشید، الان کار کرده آدم‌ها مثلا برای تو مشخصه، آدم‌ها در جهان چه میکنن؟ این که تو بپرسی دلیل‌ها در جهان چه میکنن دقیقاً مثل اینه که از من بپرسی آدم‌ها در جهان چه میکنن. ما آدم‌ها در جهان چه میکنیم؟ و ادامه میده واقعا نمیدونم، ما آدما اینجا هستیم، فقط همین، دلیل‌ها هم اینجا هستن مثل ما و شاید هم خیلی پیشتر از ما اینجا بودن. دونخوان، منظورت از پیشتر از ما اینجا بودن یعنی چی؟ میدونی که ما آدم‌ها همیشه اینجا نبودیم. خب منظورت اینجاست یا این کشور یا این جهانه؟ دقیق اینو برام مشخص کن، من دارم دیوونه میشم این حرفایی که تو میزنی. یعنی چی ما آدم‌ها اینجا نبودیم؟ یعنی کجا نبودیم؟ در این جهان نبودیم، در این کشور نبودیم، در اینجا نبودیم، یعنی چی؟ و خلاصه وارد یه بحث خیلی طولانی و طول و درازی با دونخوان میشه و میگه که به من بگو از کجا میدونی که ما همیشه در جهان نبودیم؟ دونخوان جواب میده خیلی ساده است، ما آدم‌ها درباره جهان خیلی کم میدونیم. اصلا دلیل رو ول کن، یه گرگ به مراتب بیشتر از ما میدونه. گرگ به سختی ممکنه فریب ظاهر دنیا رو بخوره. کارلوس که کلاً فر خورده بوده در عرض چند دقیقه میپرسه که اگر گرگ از من بیشتر میدونه پس چطوری من میتونم گرگو بگیرم و بکشم؟ اگه اونا گول ظاهر رو نمیخورن پس چطوری انقدر آسون میمیرن؟ دونخوان جواب میده ما میتونیم گرگ رو به تله بندازیم، سم بهش بدیم، با تیر بزنیمش، صیدش کنیم. چرا؟ چون گرگ با دغل‌کاری انسان آشنا نیست. ولی اگر همین گرگ جون سالم به در ببره میتونی اطمینان داشته باشی که دیگه هرگز نمیتونیم اونو بگیریم. شکارچی خوب اینو میدونه و به همین دلیل یک انسانی که شکارچیه و میخواد گرگ شکار کنه توی نقطه مدام یه دامو پهن نمیکنه، زیرا اگر گرگی در اون دام بمیرد همه گرگ ها میتوانند مرگ او را که به کندی فرا میرسد ببینند. اینجا منظورش اون نوع دیدنه، نه نگاه کردن. و چنین است که آنها از دام و حتی از تمامی منطقه‌ای که دام در آن بوده است دوری خواهند کرد. اما از سوی دیگر ما هرگز مرگ رو نمیبینیم، مرگی که در همان نقطه یله میشود که یکی از هم‌نوعان ما در آن مرده است. می توانیم از آن بویی ببریم اما هرگز آن رو نمی بینیم. دونخوانای گرگ میتونه دلیل رو ببینه. البته برای گرگ دلیل چه شکلیه؟ یعنی الان مثلا گرگ باشم بخوام توی گله باشم دلیل رو چه شکلی میبینم؟ دونخوان میگه من باید گرگ باشم اینو بدونم، اما در ساحرگی خودم کلاغ بودم و نزد کلاغا مثل کلاه نوک‌تیزه، کلاه خیسی که پارچه خیس مانندیه، پایینش گرد، بالا که میرسه نوک‌تیزتر میشه و بعضی از این کلاها میدرخشن و بیشترشون تیرو و تار و سنگینن، انگار رو کلاه آب ریخته و اینا اشکالی هستن که اعلام خطر میکنن. و کارلوس میپرسه که دونخوان وقتی که این دلیل رو میبینی جلوهشون برای تو چطوریه؟ دونخوان میگه تا الان پس من چی داشتم توضیح میدادم؟ دارم میگم دقیقاً شبیه همون چیزی هستن که وانمود میکنن، دقیقاً شکل اندازه اونو میگیرن، حرفم میزنن، میخندن یا صدایی از خودشون در میارن. در حضور آدما مثل آدما رفتار میکنن، در حضور حیونا مثل حیونا و بیشتر حیونا ازشون میترسن. ولی اگر به دیدن دلیل عادت کرده باشن، مثلا یه گله گرگی باشن که مثلا یه جایی زندگی میکنن که انواع اقسام دلیل ها وجود داره و به دیدنشون عادت کردن، باهاشون کار ندارن. ما هم دقیقاً این کارو میکنیم. میدونی که بین آدما هم یه تعداد زیادی دلیل وجود داره که کاری به کارشون نداریم، چون که یه سریام که اصلا نمیفهمیم وجود دارن اونجا، چون که فقط نگاه کردن بلدیم. ساحرا هم که میفهمن کاری به کارشون ندارن. میگه دلیل ها بین ما هستن و ما نمیفهمیم که اینا بین ما هستن. یعنی یه سری آدمن که دارن بین ما زندگی میکنن و ما نمیدونیم اصلا آدم نیستن. کارلوس اصلا دیگه رد میده کاملا. میگه به نفس زدن افتادم صرفا با حرف زدن با دونخوان و اصلا ترسیدم و بهش گفتم که یعنی میخوای به من بگی مردمی که تو خیابون دارم میبینم در حقیقت یه سریشون آدم نیستن؟ دونخوان خیلی خونسرد و عادی میگه آره دیگه آدم نیستن، بعضیاشون نیستن دیگه، دلیلن دیگه، وسط راه میرن. این چیز حرفایی که میزنی خیلی نامعقوله ها، اصلا با عقل جور در نمیاد، اصلا نمیتونم تصور کنم این چیزی که تو داری به من میگی رو. بیشتر شبیه داستانهای علمی تخیلی راجع به مثلا موجودات سیاره های دیگه، مثلا فضایی‌ها که اومدن مثلا شکل و قیافه ما رو گرفتن بین ما دارن زندگی میکنن.
دونخوان میگه که من نمیدونم برای تو به چه معنیه یا تو اصلا چی فکر میکنی، اصلا تو فکرت چیه. بعضی آدمایی که تو خیابونه همشون آدم نیستن، بعضیشون یه چیز دیگه‌ن. حالا میخوای باور کن باور نکن، بگو علمی تخیلی، فضایی، الین، نمیدونم روح، جن، هر چی که تو میگی، اینا بعضیشون آدم نیستن. و دونخوان اینو میگه سوال اینه، تو به من میگی حرفای من خیلی دور از ذهنه، در حالی که نوع تفکر تو، نوع منطق تو خیلی احمقانه است. تو چرا فکر میکنی هر کسی که تو جمع انسان ها شبیه انسان و شبیه انسان حرکت میکنه پس انسانه؟ چرا یه همچی فکری میکنی؟ اصلا این منطقه این از کجا میاد؟ کارلوس میگه من همینجوری موندم کلا چی جواب بدم. اینجا دونخوان براش توضیح میده من اصلا جزء تفریحاتم این بوده که جاهای شلوغ برم و بشینم اونجا ببینم که کی تخم مرغ کی نیست و دلیلا رو تشخیص بدم اون وسط. میگه خیلی کار خنده‌دار و فان و جالبی بود واسه من، مثلا جزء فانام بود. مثلا حوصله‌ام سر میرفتم میدون شهر میشستم دلیل پیدا میکردم اون وسط واسه خودم. و اینجا توضیح میده با خنده کار بسیار لذت بخشی است. دست کم برای من لذت بخش است. دوست دارم که در پارک‌ها و ایستگاه‌های اتوبوس بشینم و به تماشا بپردازم. گاهی میتوانم بیدرنگ دلیل رو نشانه کنم و گاه فقط میتوانم مردم واقعی را ببینم. یک بار 2 دلیل رو دیدم که کنار هم در اتوبوس نشسته بودند. این تنها باری است که در طول زندگیم 2 دلیل را با هم دیدم. کارلوس میپرسه اهمیت ویژه‌ای داره که 2 تا دلیل با هم دیگه باشن؟ البته هر کاری که اونا بکنن مهم و باحاله. یه بروخو گاه میتواند قدرت خود را از اعمال آنها به دست بیاره. یعنی شما صرفا این دلیل ها رو پیدا کنید، اعمالشون رو مشاهده کنید، میتونید یه سری قدرت به دست بیارید. یعنی اگر یک بروخو دلیلی نداشته باشد، صرفا از طریق نظارت بر اعمال دلیل ها میتونه قدرت به دست بیاره. البته اینکه باید دیدن بلد باشه دیگه، اینو که میدونی دیگه. میگه این کار رو مرشدم به من یاد داد. قبل از اینکه خودم صاحب دلیل بشم، برای چند سالی دلیل ها رو در بین مردم مشاهده میکردم، دلیل در میآوردم. یعنی کارم این بود، مینشستم تو میدون اینا مردم رو مشاهده میکردم و هر دفعه که یکیشون رو میدیدم، یعنی به چشم ساحری میدیدم، یه چیز نوعی به من یاد میداد. و این خیلی جالبه که تو 3 تا دلیل با هم دیگه دیدی که جزء اصلا چیزای منحصر به فرد به شمار میاد. امکان نداره 3 تا دلیل با هم دیگه یه جا بتونی پیدا کنی و ببینی. و چه درس مهمی به تو دادن و تو چقدر بد که اون رو از دست دادی، چون صرفا با مشاهدهشون یه سری چیزها به کالبد تو یاد میدن. یعنی تو اونا رو مشاهده میکنی، شاید از نظر عقلی نفهمی چی فهمیدی، ولی کالبد تو یاد میگیره که اون چیزی که دارن بهت یاد میدن. کارلوس که خیلی کلافه شده بوده مرتب از دونخوان سوال می‌کرد. میگفت آخه مثلا که در این که مثلا من 2 تا مرد دیدم و یه زن، مثلا چند تا دلیل دور هم دیگه، مثلا چه چیزی وجود داره؟ دونخوان میگه که معمولا دلیل ها تکی دیده میشن. اینکه 2 تاشون با هم دیگه دیده بشن خیلی نادره. مثلا خود من که یه بار 2 تا دلیل رو توی اتوبوس دیدم، خیلی چیز نادری دیدم. و تازه در مورد دلیل ها اینطوریه که اون زمانی که 2 تاشون رو با هم دیگه میبینید، 2 تا از یه ساختار انرژیایی هستن، 2 تا از یه نوعن. چون میدونید که دلیل ها هم این موجودات ماورای طبیعی که اینا راجع به صحبت میکنن و بهش اعتقاد دارن هم انواع مختلف داره که در عرفان اینها 48 مدلی که حالا جلوتر میگه. مثلا اینا که میبینی، مثلا نوع 43، 2 تا نوع 43 کنار هم دیگه که حالا شبیه 2 تا مرد یا مثلا 2 تا زن یا مثلا 2 تا گورگ، 2 تا مثلا خارخاسک دیده میشن. این که تو 3 تا دلیل دیدی که از ساختارهای انرژیایی متفاوت بودن، یکی زن بوده 2 تا مرد بوده، یه اتفاق خیلی خیلی نادریه. حتی تو حلقه من نادره، اصلا نداریم یه همچین چیزی رو، یه همچین هدیه‌ای اصلا عجیب غریبه، مثلا یهو یه همچین چیزی بشه و این اصلا یه چیز عجیب غریبه، خیلی تجربه غیر عادی هستش. کارلوس میپرسه که آیا دلیل ها میتونن به شکل کودکان ظاهر شون یا مثلا به شکل افراد خانواده باشن، یه زن، یه مرد، یه بچه و اینا باشن، یا مثلا یه کاری انجام بدن در حال روندن اتومبیل یا مثلا اتوبوس باشن؟ اینجا که میگه در حال روندن اتوبوس باشن، دونخوان دیگه از خنده میمیره و یه مثلا موتورسیکلت برونن. نظر چیه؟ توضیح میده که دلیل ها نمیتونن مستقیم به انجام کاری بپردازن یا درش پیش قدم بشن، اما میتونن به صورت غیر مستقیم روی انسان اثر بذارن و تماس با دلیل خطرناکه، زیرا زمانی که با دلیل تماس پیدا میکنی میتونه زشت‌ترین چهره و حالات انسان رو عیان کنه.
و اینجا توضیح میده که چطوری میشه از برخورد با یک دلیل جون سالم به در برد، از لمس یک دلیل. توضیح میده شاگردی دراز و دشوار است، چرا که شاگرد باید تمام آنچه را که در زندگی غیر ضروری است به حداقل ممکن کاهش دهد تا بتواند حول دیدار با دلیل را تحمل کند. در واقع اینجا توضیح میده که ساحره بودن صرفا این نیستش که من 4 تا مواد بهت دادم 8 سال اومدی رفتی. اونجایی شروع میشه که تو مسلک و روش خاصی برای زندگی انتخاب میکنی که بتونی از برخورد با این موجودات زنده بیرون بیای. چون زمانی که وارد مسیر ساحرگی میشی اون سپر انسانی که داری رو میخوای بذاری کنار دیگه، میخوای نگاه کردن رو بذاری کنار، دیدن رو یاد بگیری. پس یه پرده‌ای باید بیفته. اون پرده‌ای که میفته خب چیزای دیگه هم هستن اون پشت اون پرده. برای اینکه با اونا برخورد میکنی اون چیزای دیگه رو تاثیر بد نذارن، تو باید روش خاصی برای زندگی انتخاب کنی. اینو ما در همه عرفان‌ها داریم. در عرفان خودمون مسلک خاصی دارن. طرف درویشانه زندگی نمیکنه چون پول نداره. در مسلک عرفان ایرانی درویشانه زندگی میکنه چون اگه اونجوری زندگی نکنه میمیره. مثلا با این موجودات موافق برخورد میکنه میمیره. باید روش خاصی داشته باشه. زمانی که در مسیر داره حرکت میکنه، اگر در مسیرش یه آدمی رو گذاشت که گفت کتتو در بیار بده به من، بعد در بیاره بده. کلا شاگرد باید آنچه را که در زندگی غیر ضروری است به حداقل ممکن کاهش دهد. به همین دلیل زندگی‌های خیلی خیلی مینیمالی دارن. در ادامه داستان در 10 ژوئن 1968 دونخوان به کارلوس میگه که باید بریم یه مجلس پیوتی خوری. کارلوس میترسه چون که اصلا دلش نمیخواسته دوباره پیوتی مصرف کنه. دونخوان هم که میبینه کارلوس ترسیده میگه نه، ما به مجلس میریم که تو ببینی، تو قرار نیست چیزی مصرف کنی و خیال کارلوس راحت میشه. کارلوس تعریف میکنه که راه افتادیم و با ماشین من زدیم به جاده و جادهش خیلی زیبا بود، منتها روز خیلی گرم بود و من داشتم از گرما میپختم. تمام شیشه ها رو دادم پایین، باز فایده نداشت. باید 1500 کیلومتر رانندگی میکردم و چون دیگه خیلی گرم بود یه جا استراحت کردیم، غذا خوردیم، صبر کردیم هوای کم خنک بشه و دوباره راه افتادیم. در نهایت بعد از چند روز در 13 ژوئن به شمال شرق مکزیک رسیدیم. میگه اول زمانی که رسیدیم اونجا رفتیم خونه یه خانمی که پیرزن بود و از دوستای دونخوان بود و خونش تو سینه‌کش دره بود. تو اونجا یه سری خانم دیگه هم بودن، چند تا مرد سرخپوست هم بودن که اصلا با من نه سلام احوال پرسی کردن، اصلا صورت من نگاه کردن. با دونخوان سلام احوال پرسی و اینا کردن. بعد هممون با هم دیگه راه افتادیم. رفتیم یه خونه دیگه که تو 1 کیلومتری اونجا بود. اونجا هم باز یه سری آدم بودن که توی اون خونه یه پیرمرد دیگه بود به اسم دون سیلویو. دون سیلویو فیگور بسیار رمزآلودیه، چون یکی از ساحرهای خیلی بزرگ، خیلی خیلی ساحر خفنیه و زیاد هم اسمش نمیاد چون کارلوس زیاد باش در تماس نبوده. این استاد قصد بوده، بعد زیاد هم راجعش صحبت نیست و یه جایی حالا بعداً دونخوان بهش میگه که اینی که تو دیدی این استاد قصده و این خیلی به تو کمک کرده و خیلی در زندگی تو بوده، تو فقط خودت نمیدونی. در نهایت همه این آدما با هم پا میشن میرن توی کلبه چوبی دیگه. دوباره اونجا یه سری آدم بودن، اونجا میشینن صحبت میکنن. دونخوان به کارلوس میگه که تو مجلس پیوتی خوری قرار نیست هیچ چیزی مصرف کنی، تو فقط قراره به اونایی که تو مجلس میشینن آب بدی. اوکیه؟ کارلوس هم میگه باشه و همشون با هم دیگه تو تاریکی شب راه میافتن به سمت دشت. کارلوس تعریف میکنه 1 ساعت راه رفتیم و فقط فرد جلوییم که اسمش موچو بود و راهنمای ما بود چراغ داشت و هیچ چراغ دیگه ای نبود و همه اون آدما راه میرفتن، خانوما با هم دیگه حرف میزدن، میخندیدن و انگار دارن تو نور روز راه میرن، هیچ مشکلی نداشتن. فقط من بودم که میخوردم این ور اون ور و انگار داشتم کوه جا به جا میگردم، نمیتونستم راه برم، هی پام لیز میخورد و اونا خیلی راحت واسه خودشون داشتن راه میرفتن، در حالی که کلا یه دونه چراغ داشتیم ما اون وسط. و تعریف میکنه که به مقصد رسیدیم. یه خونه‌ای بود که در فضای بیرونش آتیش درست کردیم و حسیر انداختیم که بشینیم. میگه 7 مرد برای مجلس نشستن و زنا رفتن. 2 نفر قرار بود آتیشا رو روشن نگه دارن، من قرار بود به اونا آب بدم. تعریف میکنه موچو یا همون کسی که چراغ داشت رهبر گروه بود. آواز پیوتی میخون، چشماشو بسته بود، بدنشو بالا پایین میکرد، آوازو بلند میخون. میگفت من نمیدونم به چه زبونی داشت آواز میخون ولی آواز جالبی بود و کم کم دونه به دونه اون افراد شروع کردن به آواز خوندن، پیوتی خوردن و دونخوان و دون سیلویا هم نشسته بودن با اینا داشتن میخوردن، میجویدن پیوتیا رو. هیچ کس با هیچ کس صحبت نکرد و هیچ اتفاق خاصی هم نیفتاد و صبح شد. زنا یه غذایی درست کرده بودن ولی خودشون رفته بودن و مردا هم بدون اینکه با هم دیگه صحبت کنن در سکوت کامل اطراف خونه
میرفتن میومدن و مجلس بعدی هم میگذره و هیچ اتفاق خاصی نمیفته. شب سومم همین اتفاق میفته و کارلوس چیز خاصی نمیبینه تا اینکه شب 4 شد و کارلوس میگفتش که من میدونستم که این شب آخر و فردا حلقه از هم میپاشه. و کارلوس تعریف میکنه که پیوتی خورشون شروع شد، روی حصیراشون نشستن، شروع کردن به خوندن آواز پیوتی و من داشتم همینجوری نگاهشون میکردم. اینا داشتم میخوندن، تکون میخوردن و من با فاصله ازشون نشسته بودم، آب داشتم جلوم و داشتم نگاهشون کردم. در لحظه خاص صدای وزوزی به گوشم خورد. وزوزی معمولی بود و به آن توجهی نکردم. صدای وزوز بلند شد ولی هنوز در گستره حواس جسمانی و عادی من بود. اینجا یادش میاد که دونخوان بهش گفته بوده که فقط به افراد حلقه نگاه کن و چشت رو بر ندار. در یک آن چهره مردان اهل حلقه به نظرم روشن‌تر آمد، چنان که گویی چراغی افروخته باشند. اما آنچه می‌دیدم مثل نور یا چراغ برقی یا چراغ نفتی یا بازتاب آتش بر چهره آنها نبود. بیشتر به تلالو رنگین کمان میمانست با درخششی سرخفام که گرچه بسیار لطیف بود اما میشد آن را از جایی که نشسته بودم دید. صدای وزوز بلندتر شد. به جوانکی که با من بود نگاه کردم. به خواب خوشی فرو رفته بود. در این هنگام درخشش سرخفام چشمگیرتر شد. به دونخوان نگاه کردم. چشمانش بسته بود. چشمان دون سیلویو و موچو هم بسته بود. نتوانستم چشمان 4 مرد جوان را ببینم، زیرا 2 تا از آنها به جلو خم شده بودند و 2 تا دیگر پشتشان به من بود. در همین احوالات بودم که صدای مادرم را شنیدم که اسمم را صدا می‌زد. این خاطره صدای مادرم که مرا صدا می‌زد مرا از خود بیخود کرد. کوشیدم به چیز دیگری فکر کنم. اما در همان حال بار دیگر صدای مادرم را شنیدم، چنان روشن که گویی پشت سرم ایستاده است و نامم را بر زبان می آورد. به سرعت برگشتم. اما آنچه دیدم هیبت تاریک کلبه و بوته های فراسوی آن بود. در اینجا صدای مادرش رو میشنوه، باید به مجلس پیوتی خوری نگاه میکرده، به آدمایی که اونجا نشسته بودن، ولی در یک آن چون صدا رو میشنوه بر میگرده و همه چی تاریک میشه یهو و بوته ها همه چی تاریک میشه، انگار وارد یه ریالیتی دیگه میشه. میگه شنیدن نامم دلهره سختی به دنبال داشت. ناخواسته نالیدم. احساس سرما و تنهایی بسیار کردم و به گریه افتادم. در آن لحظه این احساس را داشتم که نیازمند کسی هستم تا از من پرستاری کند. سرم رو چرخاندم که نظری به دخیم بیاندازم. به من خیره شده بود. چون نمیخواستم او را ببینم چشمانم را بستم و آنگاه مادرم را دیدم. خود مادرم بود و نه فکر مادرم آنطور که معمولا به او فکر میکنم.
تصویر و تصوری روشن از او بود که در کنارم ایستاده بود. احساس درماندگی کردم، میلرزیدم و میل به فرار داشتم. رویای مادرم بیش از اندازه مزاحم و دور از هدفی بود که از شرکت در مجلس پیوتی خوری داشتم. اما ظاهراً راه فرار آگاهانه‌ای از آن رویا وجود نداشت. شاید اگر میخواستم این رویا را محو و نابود سازم همین بس که چشمانم را باز کنم. ولی به جای این کار به بررسی جزئیات آن پرداختم. این بررسی چیزی بیش از نگاه کردن به او بود. نگریشی بود از سر وسواس و ارزیابی. حالت بسیار غریبی به من دست داد و ناگهان بار سهمناک عشق مادرم را چون نیرویی از خارج احساس کردم. کارلوس. وقتی دوباره نام خود را شنیدم بند از بندم گسست و خاطره مادرم مرا سرشار از غم و اندوه کرد. اما با ورانداز کردن او دریافتم که هرگز دوستش نداشتم و این تشخیص تکان دهنده بود. صور خیال و افکار گوناگون چون بهمن به من هجوم آورد. در این بین رویای مادرم محو و نابود شده بود و دیگر برایم اهمیت نداشت. به آنچه هم که مردان سرخپوست انجام میدادند دیگر علاقه‌ای نداشتم. در حقیقت پیوتی را فراموش کرده بودم. غرق در یک رشته افکار عجیب و غریب بودم. عجیب و غریب از آن رو که چیزی بیش از فکر محض بود. واحدهای کاملی از احساس بودند. واقعیت‌ها و یقین‌های عاطفی در باب ماهیت رابطه من و مادرم. و کم کم از این فکر و خیال بیرون آمدم و کم کم از این فکر و خیال بیرون میاد و چشماشو باز میکنه و میبینی که تمام افراد حلقه کارشون تموم شده و مراسمشون تموم شده، دارن به سمت اون میان که آب بخورن. چند روزی که میگذره از دونخواه میپرسه چه اتفاقی افتاد، چی شد و اینا و مدام ازش سوال میکنه. دونخواه بهش میگه که اتفاق خاصی نیفتاد، این که چه چیزهای دیدی و ندیدی مهم نیست. مهم چیزیه که مسکالیتو داشت بالای سر تو پرواز میکرد و اونقدر تابلو داشت این کار رو انجام میداد که ما هممون برگشته بودیم و داشتیم تو رو نگاه میکردیم. و کارلوس میگه که من دلم میخواد راجع به رویایی که راجع به مادرم داشتم برام توضیح بده، این چه چیزی بود، چه اتفاقی برای من افتاد. و دونخواه میگه که این اصلا مهم نیست، رویا مهم نیست و تو صرفا باید بدونی که مسکالیتو خیلی بهت لطف داشته و این فقط مهمه. و اینجا همین تجربه کارلوس تموم میشه. و این بود قسمت 10 تعبیر ساحران. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. قسمت بعدی رو حتما گوش کنید چون یه سری اتفاقات پشت سر هم برای کارلوس میفته که خیلی جالبن و تعبیر ساحران یه مقدار بیشتر براش باز میشه.